خوش آمدید. سلام بچه‌ها، به این ویدیو خوش آمدید. من امروز میخوام خونه که ساختم و بهتون نشون میدم. قراره این خونه که من ساختم جزو یه شهر باشه. آماده اید؟ اینا بذار اول اینطوری بهتون نشونش بدم. اگه چیزیش که به نظر شما بد بود بگید، خودم درستش میکنم. خب این داخل خونه است. تا الان اینجا دکوریه، برای دکوری گذاشتم و اینجا بمباه. اینجا مثلا میز کار و غذا ایناست. بعد اینجا آشپزخونه است، میام آشپزخونه غذا میپزم و اینا. بعد اینجا انباره. اینجا مثلا طلا ملا میذارم. اینجا کیسه غذا. و بچه چون یادم رفت دستشویی بذارم، این پایین اومدم یه دستشویی درست کردم. اینو الان باز میکنیم. دستشویی سیفونم کشیدم. حالا دستم نمیتونم نشورم، میام بالا تو آشپزخونه میشورم. گیر ندید، به اینجاش فکر نکرده بودم. خب بریم بالا. 3 طبقه است. اینجا پذیرایی خیلی زیباست، پزاش بازه. اینجا میای بالا، داخل اتاق بنده میشوی. کتاب و وسایلم که هیچی فعلا توش نذاشتم. من اینجا چی بهش میگن، کراسیون هرچی هست. اینجا من توش ماهی گذاشتم. اینطوریه که دکوریه. اینو باز میکنی میخوابی. حالا شب نیست. من ببینید از اینجا محصول غذامو برمیدارم. هندانه، هویج، نمیدونم دونه، پیاز، هویج، بازونه، هندونه. کدو حالا نداریم دیگه. اگه دوست دارید بگید کدو هم بذارم. و اگه این ویدیو چی بگم بهتون، 3000 لایک بخورد و من و دنیا چهرمون رو بهتون نشون میدیم. 3000 لایک ها. ببینم چیکار میکنید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ. مرسی که ویدیومو میبینید.